سلام، خسته نباشید. از ایران تماس میگیرم. میخواستم بگم این تفسیر قرآن و تکرار خواندن قرآن رو بیشتر کنید. تشکر از همتون. خدا نگهدارت. بسم الله الرحمن الرحیم. امیرحسین هستم، شیعه هدایت یافته از بلژیک. آقای قرائتی در یکی از سخنرانی‌ها گفته است که امام حسین رضی الله عنه زمین کربلا را خریده بود. این دیگر از آن دروغ‌های شاخدار است که مرغ پخته هم خندش می‌گیرد. جناب آخوند دروغگو و بی‌حیا، لطفاً بفرمایید در آن صحرای برهوت که امام حسین و یارانش در آنجا شهید شدند و حضرت نمی‌توانست به کوفه برود و نه برگردد، فروشنده آن بیابان را از کجا پیدا کرده و معامله انجام داده و پول آن را پرداخت کرده؟ آن زمین چند متر بوده؟ حدود آن به کجا ختم شده؟ آیا امام رضا هم زمین خود را خریده بوده؟ از چه کسی؟ از مأمون یا شخص دیگری؟ حضرت معصومه خواهر امام رضا در قم هم زمین محل دفن خود را با صحن و توابع آن تا پل آهنچی قم خریده بوده؟ از چه کسی؟ با چه مبلغی؟ قبرستان بقیع چطور؟ امامان مدفون در آنجا هم به صورت یکجا خریده بودند یا اینکه هر کدام جداگانه؟ شما آخوندان دروغگو و شارلاتان دستتان رو شده و شما به آخرت هم ایمان ندارید، وگرنه با این وقاحت و بی‌حیایی دروغ نمی‌گفتید. شیعیان ایران که حتی خیلی از آنها نمی‌توانند قرآن را از رو بخوانند و شرک و کفر سراسر ایران را فرا گرفته، با آنها به مردم سود می‌دهند برای سپرده‌ها و این رباه و نزولخواری. شب تا صبح دروغ می‌گویند مثل آب خوردن، طوری که قباحت دروغ گفتن از بین رفته است. در ضمن اگر پیامبر اسلام فرموده که حسین ابن علی در کربلا شهید می شود و خدا مقرر کرده، پس چرا به یزید و شمر لعنت می فرستید؟ آنها هم لابد مأمور خدا بودند. آقای محمد از یزد که هر از چندگاهی جوابهای سؤال موحدین را نمی دهید و تلفن کرده شبهه‌ای وارد کرده و می روید. به جای پیدا کردن روایت و حدیثی از صحیح مسلم و صحیح بخاری به این سوالات ما موحدین پاسخ دهید تا معلوم شود که شما از چی دفاع میکنید. 1. امامت را که از اصول دین شماست بر اساس آیات قرآن ثابت کنید. 2. ولایت فقیه همان ولایت رسول الله است که در نماز جمعه تهران دیده می شود توضیح دهید. جناب علامه محمد از یزد، من از اروپا نمی توانم در برنامه زنده شرکت کنم. شما بگویید با چه ترفندی می توانید سریع به استودیو وصل شوید. 3. این که بر در و دیوار نوشته اید ولایت فقیه استمرار حرکت انبیاست توضیح دهید. 4. در برنامه آقای سجودی و آقای ترشابی و اساتید محترم شبکه اعتراف کنید که نام برادران امام حسین رضی الله عنه عثمان و ابوبکر و عمر بوده که در کربلا به شهادت رسیدند. 5. در مورد چاه جمکران که از نزدیک دیدم که مردم حاجات خود را در ورقه نوشته و در چاه میاندازند تا امام زمان موهوم شما آن را دیده و مشکلات شیعیان را حل کند توضیح دهید. 6. ولایت فقیه مورد تایید شما هست یا خیر؟ اگر مورد تایید شما هست آیا به نظر شما عادل است و بیت المال مسلمین را در راه صحیح و برای رفاه مسلمانان ایران هزینه می کند یا در سوریه خرج می کند؟ 7. این عقیده دارید که کشور ایران مملکت امام زمان است؟ چطور به نام ایشان شده؟ 8. قزوینی دروغگو گفته امام زمان با یک دختر تهرانی ازدواج کرده. از این موضوع هم توضیح دهید و دفاع کنید. و همچنین آقای روشن و آقای شوشتری و آقای عبدالله از اهواز. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.